بسم الله الرحمن الرحیم. برادران، خواهران عزیز، جوانان عزیز، ما چشم و گوش بسته نباید دنبال هر رسم و عادت و نمیدونم سنتی از سنت ها بیفتیم. الان یه کارهای بدی انجام میشه در میان عده سنت شده. آدم عاقل باید چیکار کنه؟ عقلو باید به کار بگیره، اون بداشو بذاری کنار، خوباشو بگیره. نگه آقا رسم عادت مردم میگن میپسندن پدران ما کردن، اینا دروغه. عقلو به کار بیانداز. از جمله کارهایی که الان داره انجام میشه، بعضیا در عزاداریا یه کارهای نامناسبی سنت میکنن. بعضی از این مداحان جوان هستن. من از مداحان پیشکسوت خواهش میکنم مداحان جوان رو راهنمایی کنم. یه رقم نوحه رو میخونه، اینا ورجه ورجه میپرن بالا میپرن پایین، میپرن بالا میپرن پایین. آخه این اهانته به عزاداری امام حسین. عزاداری امام حسین باید سنگین باشه. این چه سنتیه بعضیا گذاشتن؟ باید با زبان خوش نصیحت کرد، جلو اینها رو گرفت. یه گوشه بنشینید، یا میخواد بایستید سینه بزنید، میخواهید نمیدونم دستجات داشته باشید، اما پریدن هوا و آمدن ورجه کردن، این چه کاریه؟ اهانت به عزای امام حسین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.